دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید دیگه از چنلمون. امروز اومدیم با هم بازی ماینکرافت بیلدرز امپایرز رو با هم بازی کنیم و یاد بگیریم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خب بریم لیتس گو. خب چیزمون بازیمون اینطوریه. 4x4 میذاریم این کارتای دک رو توی هر خونه 4 تا میذاریم. بعدش هم کنار هر کدومشون بلاک‌های تست میذاریم. توی این آیتم یا همون بیپون هستش. ممکنه شمشیر دایموندی، آیرونی و کمان‌های دیگه کم باشه. خب شما چه فکر کنید که چرا الان دفعه چه میشه 6 در 6. خب اگه به این بلاک‌ها توجه کنید اینا خالی هستن. اینا رو میذاریم اینجا تا 6 در 6 بشه. به نظر من نذارید. اگه هم بذارید خب خودتون هر صلاح بدونید. اینا رو بذارید وقتی که بردارید اینجا که شما سیب زمینی سمت دارید بهتون اجازه نمیده که هنگامی که بخواید شانس بیشتری دارید. به خاطر شروع میکنه بازی رو. خب ما اونجا نوشته یا جوانترین فردمون یاسین هستش، داداش من هستن. خب بریم استارت بزنیم بازی رو. خب بفرمایید. خب یاسین جون دو تا حرکت کرد. خب اکشنای ما مختلف هستش. میتونه بلوک برداشتن باشه، دوتا میتونه 0 الی 2 حرکت کردن باشه، یا یه دونه آیتم برداریم، یا میتونیم با یه ما بجنگیم یا یه دونه خونه درست کنیم. خب یاسین بعدش اینکه بر زدیم اینا رو اینطوری واسه خودمون میذاریم، یا میتونیم بدین کسی دیگه واسهتون بر بزنیم. شما سه تا حق انتخاب دارید. یه دونه خب من یه دونه اینو برمیدارم سیب زمینی سرم، یه دونه اینو برمیدارم. خب شمشیر سنگی واسم اومد. من میتونم عنکبوت رو بکشم. خب اگه اینجا به مشخصات عنکبوت نگاه کنیم میبینیم که اینجا 2 تا امتیاز داده. یعنی ما وقتی اینو کشتیم در جا میتونیم 2 تا امتیاز روی صفحمون حرکت کنیم. 1 2 من الان 2 امتیاز حرکت کنم. الان واسهتون سوال میاد که این چیه؟ خب دوستان این نمادیه که شما میتونید یه اکشن اضافه بازی کنید ولی تکراری نه. الان مثلا شما عنکبوت کشید نمیتونید بگید نه من باید یه دونه ماپم بکشم. شما نمیتونید یه دونه ماپم بکشید. خب بحث اینکه اینو استفاده کردید میذارید توی کارت‌های سوخته. اگه خواستید بذارید تو جمع، ما میذاریم اینجا. خب من الان 2 تا اکشن میتونم بازی کنم چون که از اکشن اون از اون استفاده کردم. خب من میخوام مثلا 2 تا بلوک بردارم. اون الان مثلا من یه دونه زمرد برداشتم، یه دونه چیز سنگ. خب به اینا زمرد میگن. زمرد نیست، بلاک شانسیه. شما میتونید هم در عوض سنگ، هم در عوض چوب، هم در عوض شن استفاده کنید. میتونید روی هر بلاکی استفاده کنید. خب یه چیز اضافه نداریم. من 2 تا بلوک برداشتم. الان اگه به کاغذهای تونز یا اکشن نگاه کنیم من میبینم که
2 تا بلوک برداشتم، 2 تا راه رفتم، یه دونه ماب کشتم. الان واسم میبونه یه دونه سازی درست کنم و اسلحه جمع آوری کنم که متاسفانه هیچ کدومشون واسم باز نیست و نمیتونم اونا رو درست کنم. خب الان نوبت میره واسه یاسین. بفرمایید. خب یه نکته دیگه، چون اینجا من الان اکشن عنکبوت رو نتونستم استفاده بکنم، میتونم تو جاهای دیگه استفاده بکنم. خب بفرمایید. باشه یاسین چون با جادیگر فایت میکنه با ویچ. خب الان در میداره یه دونه سیب زمینی سمی در آورد، یه دونه شمشیر دایمندی در آورد. خب 4 تا از جنوب یاسین باید شمشیر چوبی در بیاره یا شمشیر سنگی بدون یکیم. یاسین شمشیر سنگی در آورد، پس میتونه جادوگر رو بکشه و 5 امتیاز رفت با جلو توی صفحه خودش. الان اینجا گفته که 2 امتیاز برای این به معنی برای هست برای هر خونه. خب این هر خونه که نوشته جادوگر یعنی الان توی نقشه یاسین هر چقدر از این نمادها داره میتونه برای هر کدومشون 2 تا امتیاز بگیره که الان متاسفانه در دسترس نیست، نداره. اون وقتی که از این خونه ها داشت اینو استفاده میکنه و میذاره بیرون. خب هر روز اینو باید تا آخر بازی نگه داره، اگه خواست توی وسطش هم اونو میتونه استفاده کنه. خب الان شما ممکنه بگید ABC واسه چی هستش؟ دوستان ABC واسه این هستش که شما میتونید با باز کردن اینا هرچی توی نقشتون دارید اینا رو انتخاب بدید. خب مثلا الان شما آ رو باز میکنید، آ رو باز کردید باید لایه اول رو بردارید. اگه لایه اول رو بردارید آ باز نمیشه. برای B لایه دوم، برای C لایه سوم. خب اگه آ رو لایه اول باز کردید شما میتونید آ رو باز کنید، به اینا نگاه کنید و به خونه هاتون امتیاز بدید. بعد از آ یه دونه ساز ساختین اگه مربوط به آ بود این دیگه اصلا حساب نمیشه. الان ما آ رو نگاه کنیم نوشته بایوم درختی، 3 امتیاز واسه هر بایوم درختی، واسه هر بایوم صحرایی 4 امتیاز، واسه هر بایوم کوهستانی 5 امتیاز، واسه هر بایوم برفی 6 امتیاز. خب الان ما باید برای اینکه اینا رو امتیاز بگیریم باید تکی باشن یعنی ازشون یه دونه داشته باشیم، ولی اگه ازشون 2 تا داشته باشیم به هم اینجا توی این صفحه وصل نباشن اون اصلا گبون نیستش. خب شما الان میگین که ما فقط یه دونه صفحه برفی داریم، ما میخوام 2 تا خونه برفی درست کنیم. نه، توی همه زمیناتون میتونید هرچی خواستید کلف کنید. خب آره اگه 2 تا داشتید اگه به هم وصل نشدن امتیاز واسهتون حساب نمیشه. اگه یه چند تایی داشتید به هم دیگه وصل بودن واسهتون امتیاز حساب میشه. خب اینم از قوانین ABC. فقط توی اگه مثلا این کارت رو نگاه کنید اینجا میبینید یه دونه صحرا، این مربوط به آ، دومی مربوط به ب، اینم مربوط به C هستش. خب الان شما وقتی میتونید از امتیازون بهره بشید که آ رو باز کنید، یعنی لایه اول رو تموم کنید. خب به واسه هم همینطور. من برم نوبت خودم بازی کنم. وسایل یاسین جون اینجا میده. خب من که نمیتونم با این گیمم بجنگم، نبایدم تو چشاش نگاه کنم. من یه دونه اصلا مهاجرت میکنم. بیام اینجا. خب اینا رو باید ببندیم، اگه نبندیم باز درست نیست. خب اینجا گله اینجا الان نوبت اومد به جمع آوری اسلحه. شما میتونید اسلحه رو جمع آوری کنید ولی یه بار یه دونه. الان من این 2 تا رو برداشتم، شما الان میگید که چرا 2 تا برداشتی فقط یه تونه میتونی برداری. ببینید اگه خوب ببینید روی کمون نشونه
تست مثبت زده، یه دونه مثبت زده کنارش. این به این معنا هستش که شما میتونید یه ویپون یا یک اسلحه دیگه بردارید. به خاطر این 2 تا برداشتم. نوبت یاسمین جون، بفرمایید. خب اینا رو میبندیم، اینا ببند. چیزای خوبی هستن اگه نگاه کنین. آره خوب هستش. بفرمایید.